بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله. تاجیکان تا اسلام پیرو کدام دین بودند؟ زردشتی بودند یا بودایی بودند یا مولوی؟ آیا تا شرفیاب شدن به اسلام تاجیک دولت داشت؟ آیا تاجیکان به زور شمشیر اسلام آوردند چگونه که بعضیا ترویج میکنند؟ فاتح ورارود یا اینکه آسیاییان کی است؟ اسلام را به سرزمین سوخت و باختر کی آورد؟ ورارود کی و به دست کی و دقیقا سال چند فتح شده است؟ در یک چند حلقه استثنایی کوشش میکنیم به این پرسش ها پاسخ گوییم. هدف از نوار بازگو کردن واقعیت تاریخ است، نه پس زدن یگان دین یا یگان قوم یا یگان گروه دیگر. یکی از مرحله های سرنوشت‌ساز مردم ورارود این زمان گرویدن مردم به دین الهی است و پدرود گفتن به دینهایی که از پیش خود بافته بودند. البته این تحول برای آنانی که به اصطلاح استخوانشان در این راه باطل شق شده است آسان نبود. مردم آسیای میانه یا که ورارود پیش از آمدن فاتحان اسلامی در بنبست فکری و سیاسی و اجتماعی غوطه‌ور بودند. خانگری های زیادی پریشان و در حال جنگ با یکدیگر قرار داشتند. نه مملکت یگانه داشتند و نه دین یگانه. آنچنانی که اکادمیک بابا جان غفوروف میگویند حاکم هر ملک خودش را مستقل حس میکرد و عنوان مخصوص داشت. اما اگر به وضع سیاسی ماورون نگاه کنیم، ماورون در آزمون شامل ولایت های سوخت و چاچ و استراوشنه و چوانیان و بدخشان و ختلان و خوارزم بود. اونچنین فرقانه. خیلی گفتم از لحاظ سیاسی دولتی یگانه نداشتند و حاکم هر یک منطقه لقب خودش را داشت. طبق گفته اکادمیک بابا جان غفوروف، جنوب ازبکستان و تاجیکستان و ترکمنستان تابع شکلی ساسانی ها بودند، اما شمال تاجیکستان و ازبکستان تابع ترک هایان که مستقل بودند. اما دکتر محمد رضا ناجی باشد عقیده دارد که مرکز قلمرو سامانیان از بخش‌های مهم امپراتوری ساسانیان نبوده است. یعنی اینجا وقتی که درباره سامانیان گپ زد در نظر دارد منطقه ورارود را که گویا که منطقه ورارود از بخش‌های مهم امپری ساسانی‌ها نبود. اکنون بین این مملکت‌ها سرحد معین وجود نداشت. مردم منطقه آمیخته از فارس و ترک بودند و ظاهراً از طبقه های گوناگون چون دهقان ها و نظامیان و کشاورزان عبارت بودند. اکنون شروع میکنیم به حالت دینی منطقه که نقطه اساسی همین نوار همون است. برای اینکه نعمت اسلام رو به خوبی درک کنیم باید درباره عقاید و مذهب مردم ورارود پیش از اسلام معلومات داشته باشیم. اکادمیک غفوروف گفتند که معلومات درباره عقاید مذهبی مردم ورارود کار نهایت دشوار است. مثلا پیروز پسر اردشیر بابکان والی خراسان در زمان پدرش بود و کوشان شاه خوانده میشد. سکه به نام خود میزند، آنجا خود رو هم مزدا پرست، گبر و هم بت پرست معرفی میکند. این معلومات زرینکوب در کتاب تاریخ ایران نقل میکنه. اینچنین غفوروف میگویند که سوغدیان مدت دراز دارای تصورات دینی معین نبودند. به طفیل رقابت دین بودایی و معنوی توانستند تصویرات دینی هندوها را کمتر دیگر کرده به احتیاجات خود موافق سازند. اکنون در اطراف بعضی دینهای رایج در آن زمان صحبت میکنیم. یکم دینا برادران دین بودایی هست. بنابر روایت مورخ زبردست ابن ندیم اکثر مردم ورارود در دین بودایی بودند. شهر بلخ از مراکز مهم بودایی ها بود. دارای زیاده از 100 معبد بود چگونه که زرینکوب نقل بکند. بت پرستی اساسا در ختلان یا که خوتل و تخارستان منتشر بود. برای مثلا از این تپه نزدیکی باختر بتخانه کشف کردند، یا طبق علامه غفوروف زبانشناسان اثبات کردند که نام فرخار از واژه سانسکریتی ویخار بوده به معنای دیر بودایی است، یعنی معبد بودایی است
که به حکم نزدیک بودنش به بلخ و تخار مردم اونجا بت پرست بودن. بنابراین نقل ها گویا تاجیکان همگی زردشت بودند اساس ندارد. استاد محمد جان شکوری گفتند که واژه بخارا از کلمه ویخاره بوده به معنای معبد بودایی است. در سمرقند و بخارا نیز بتکده کلان بود که بعدتر آن را قتیبه بن مسلم فاتح ورارود به مسجد تبدیل داد. جای در جنوب شرقی بخارا بود که اونجا بازاری ماهروز می‌نامیدند که سال 2 مرتبه در اونجا بازاری بت فروشی برگزار میشد. هنگام فتح پیکند باشد بت پیدا کردن که نقره‌گین بوده 4000 درهم وزن داشت. یعنی که بعد اینکه سمرقند را فتح کردند بت‌ها را سوزاندند 50000 مسقال طلا برآمد. زرین که به استناد به خوان تسانگ سفیر چین میگوید که به هر حال آیین بودایی در دو طرف رود آمو قوت و نفوذ تمام داشت. برای همین اکادمیک غفورف میگویند که رقابت بین زردشتیه و بودایی تیز و تند بود. دوم دینی که بسیار منتشر شده بود این دین زردشتی است. در سمرقند مثلا محله بود که آنجا گبرها آتشکده داشتند، آتشکده برپا کرده بودند و آن محله در زمان اسلام به نام سکه مجوسی شناخته میشد. در بخارا نیز آتشکده ها بودند. زردشتی ها اکثرا در ورارود و ناحیه های سغد و خوارزم میزیستند. برتاد گفته است که زردشتی ورارود از زردشتی ایران خیلی فرق داشت. این در کتاب تاجیکان ذکر شده است. بعدتر به این مسئله باز خواهیم گشت که چه فرقیتی از بین این دو زردشتیت. طبق اکادمیک غفورف رقابت بین زردشتیه و بودایی ها تیز و تند بود و زردشتی ها نسبت بودایی ها تحمل ناپذیری نشان میدادند. کتاب تاجیکان. این چون رضا حسینی یک تاریخدان افغان نیز این نکته را تاکید میکنه که زردشتی ها نسبت بودایی ها تحمل ناپذیر بودند و بینشان رقابت شدید وجود داشت. سوم دینی که منتشر بود این دین معنویه است. پس از قتل وحشیانه مانی پیامبر معنویت توسط مغان افراطی زردشتی که او را زنده به زنده پوست کردند، پیروانش به ورارود و ترکستان فرار کردند و از آن زمان یعنی از زمان خود کشته شدن مانی تقریبا تا عصر 4 هجری تا زمان سامانی ها آزادانه با پرداخت کردن جزیه در سرزمین اسلام زندگی میکردند. طبق بیرونی آنها در سمرقند میزیستند. قرارگاه پیشوای معنوی ها در تخارستان بود، یعنی که شمال افغانستان. چهارم دینی که بسیار مشهور بود در منطقه ورارود این دین یهودیت است که غالبا در بخارا، بلخ، جوزجان، غزنین و در سمرقند میزیستند. گفته میشود که زمان کوروش کبیر آمدند، یعنی یهودا با ورارود زمان کوروش کبیر آمدند، یعنی که آورده شدند. پنجم دینی که بسیارتر پنهان شده بود این دین مسیحیت است. فرقه نستوری مسیحیت است که از ظلم امپراتور ویزانته که غیر مذهب رسمی یعنی غیر از مذهب ارتدوکسی دیگر مذاهب را تعقیب و مجازات میکرد به ورارود توسط خاک ایران فرار کردند و ساسانیان نیز به دلیل‌های سیاسی آنها را جا دادند. در بخارا در محله شوزار و در سمرقند در محله به نام ویزگرد میزیستند. این چنین در چاچ نیز حضور نصرانی ها احساس میشد. از شخصیت های نمایانی که در زمان ساسانی ها مسیحیت را پذیرفتند این بزرگمهر حکیم است که سپس برای روگرداندن از دین گبرها اعدام می شود. این معلومات در تاریخ بیهقی آمده است. یکی دیگر از دینهایی که منتشر بود این دین دیویسنان بود. طبق زرینکوب این قوم دیو پرستی میکردند، که جین پرست بودند و برای اهریمن نیایش و قربانی ها می‌نمودند. نام زرینکوب میگد نام دیوداد در خاندان ساجیان آذربایجانی که با افشین استراوشن خیشه داشت نشان میدهد که در اوایل دوران عباسیان نیز دیو پرستان جا جا وجود داشت. و یک دین دیگری که بسیار مشهور بود دین مرده پرستان. از گفته‌های بیرونی در کتاب آثار الباقیه‌اش معلوم می شود که پرستش مردگان نیز معمول بوده است. نمونه به بندوباری در دینداری را می توان در پنجیکنت آن زمان دید که هر یک خانه صاحب خدای خودش بود، میگویند اکادمیک بابا جان غفورف.
می شود خلاصه کرد که آنچنانی که دولت یگانه نداشتند، دین یگانه نیز نداشتند. از گفته های بالا معلوم می شود که آنانی که دعوا دارند که مردم ما فقط زردشتی بودند خطای بزرگ میکنند و جامعه را دیده و دانسته رقم زننده ایستادند. متاسفانه به فرزندان ما در کتاب تاریخ صنیف 6 گفته می شود که تاجیکان پیش از اسلام یک دین داشتند و آن زردشتی زروانی بود. به عباره زروانی سخت دقت دید دوستان. حالا در اطراف آن صحبت بکنیم. نمیدونم که مؤلف کتاب تاریخ صنیف 6 خبر داشته باشد که زروانی دینی الهیده است و با زردشتی در سیتیز است. زروانی را بعضی ها دین الهیده میدونند. صاحب دانشنامه ایران باستان هاشم رضی نقل از نیبرگ خاورشناس سوئدی صاحب کتاب دینهای ایران باستان می آورد که مغان پیش از قبول آیین زردشتی زروانی بودند و حتی زروان را، یعنی که نیبرگ میگوید، و حتی زروان را در اوستا مهمان ناخوانده معرفی میکند. یعنی این دو مذهب نه، بلکه دو دینه که از هم کاملا فرق داشتند. شهرستان یکی از انسانایی که اولینش در مسئله دینشناسی که تالیف کرده است میگوید که زروانیه همچون دین مستقلی از زردشتیت است. اینچنین معبد معاصر کوروش نیکنام در پاسخ پرسش درباره فراوهر در سایت اینترنتی زیر تاریخ 7 اکتبر 2018 این دو آیین را از همدیگر علاوه خوانده است. غلام رضا معصومی باستانشناس ایرانی به این عقیده است که مانع برای عقیده خود را به زردشتی موافق کنانیدن خدای خود را زروان نامید. ساده کرده گویم مولوی ها در برابر زیر نقاب پیروی از زروان جلوه می‌دارند خودشان را که یک فرقه بدعتی زردشتی یا انخترش دین الهیده حساب می‌خورد. این گفته برتارد که پیش گفتم زردشتی دی ورارود از زردشتی ایران خیلی فرق میکند تأکید میکند. نه تنها این، بلکه آنچه در دانشنامه مزدای اسنا که مؤلفش سابق رئیس انجمن معبدان تهران دکتر جهانگیر اوشیدری است، این خود زردشتی است، آمده است در زمان ساسانیان فرقه به نام زروانیه بوده است که مانند مانوی ها و مزدکیان ضربه های به آیین یعنی که زردشتیه زده اند. یعنی از این معلوم میشه که زروانی ها زردشت نیستند، زردشتی نیستند. هاشم رضی صاحب دانشنامه ایران باستان میگوید که در عصر اوستایی به عنوان یک ایزد مورد توجه و حتی درجه دوم از آن نشانه نداریم، یعنی از زروان، بلکه به جهت ایزد بسیار کم اهمیت در پاره از قسمت های متأخر اوستا نمایان میشه. صاحب کتاب اساسهای دینشناسی شیرزاد عبدالله‌زاده نیز اشاره کرده است که پیدایش زروانی پیش از اصلاحات زردشت بوده است. طبق گفته دانشمندان مذکور زروانیه و زردشتی از هم فرق دارند. من نمیدونم چگونه مؤلف تاریخ صنف 6 است که زردشتی زروانی بوده است، در حالی که زردشتیت وجود داشتنش هم گفتیم یا زروانی یا مانوی بودن که زیر نقاب زردشتیت فعالیت میکنند. زروانی خود را زردشتی میگوید، زردشتی زروانی را نمیپذیرد، مانوی زروان را خدای خود میگوید، زردشتی مانوی را گمراه میداند، زردشتی خود را از زروانی قدیمتر میداند و زروانی خود را از زردشتی، زردشتی مانوی و زروانی را کافر میداند، مانوی زردشتی و زروانی را کافر میداند، زروانی هر دوی آنها را کافر میداند. یا بدو گیرید. بعد از این همه چگونه میتوان باور حاصل کرد که دینی ورارودی ها یا تاجیک ها فقط زردشتی بود؟ اخیراً تحلیل و توصیه زیبای از استاد بزرگوار شکوری بخارایی به طور فشرده می‌آورم که در کتاب خراسان از اینجا فرمودند. می‌دانم که پیش از اسلامیت در برابر دین و آیین زیاده از قبیل بودایی و زردشتی و مانوی و مسیحی رواج داشت و عبادتگاه ها داشتند. بعداً اسلام به تنهایی در دلها معوا گرفت، چند دینی برهم خورد و استوار شدن موقع دین اسلام اتحاد اجتماعی ملت را قوت داد، یگانگی تاجیکان را پرزور نمود که خلق به فشار چنگیز و تیمور استادگری کرد.
1.5 سال است که مردم تاجیک دوره چند دینی را پس سر کرده‌اند و دیگر نباید که به آن برگردند. این بود وضع دینی مردم. شروع میکنم به بررسی وضعیت اجتماعی مردم پیش از اسلام، چون که آن تأثیر بی‌واسطه برای پذیرفتن یا نپذیرفتن اسلام داشت. برای چی وضعیت اجتماعی را بررسی میکنم؟ آموختن حیات اجتماعی جامعه تا اسلام خیلی مهم است تا درک کنیم که کی بودیم، کی شدیم، کجا بودیم، کجا رسیدیم. زیرا ملتگراها چنان جلوه میدهند که گویا ما پیش از اسلام در بهشت به سر میبردیم و فاتحان مسلمان حیات ما را به دوزخ تبدیل دادند و تمدن ما را زیر پا کردند و همه جا را سوزاندند و همه جا را ریشه‌کن کردند. برای اینکه این موضوع طول نکشد باید دو جنبه اجتماعی اشاره بکنم. یکم، مردم در طبقه بندی زندگی میکردند، یعنی که 4 طبقه وجود داشت. از همه طبقه پس این کاسب و کشاورز بود. مردمی که آهنگری میکردن، کارسازی میکردن، نجاری میکردن، اینها از همه مردم پس حساب میشدن. دوم دبیر این کارمندای دولتی حساب میشدن. اینا از کاسبا 1 درجه 1 زینه بالاتر بودن. و سوم سپاهی ها یعنی که نظامی ها بودن که از دبیرها با 1 پله بالا بودن. 4 آذربانان که این از همه یعنی که طبقه روحانی و حکومتدارا حساب میشدن. این از همه طبقه بالا حساب میشد. مردمان پیش از اسلام احکام خیلی وزین داشتن، خصوصا در مسئله پاکی و طهارت. هر که انسانی که فطرت سلیم دارد از اون خوشش نمی آید. مثلا استفاده از بول گاو در پاکسازی بدن. اگر معلومات بیشتر خواستین در حلقه‌های سابق درباره زردشتی مراجعه شود اونجا. یا اینکه کشتن مور و ملخ، کشتن حشرات برای گناه‌های معین. یا مثلا نگاه کنیم به زن، حالت زن در پیش از اسلام. زن باشد خیلی حالتش بد داد. در کتاب بندهش بخش 9 زن را مخلوق اهریمنی میداند، یعنی مخلوق شیطانی میداند نعوذ بالله. که این کتاب یک کتاب خیلی معتبری از در دین زردشت. هاشم رضی در دانشنامه ایران باستان میفرماید که کودک از نخستین دقیقه حیاتش از آغوش مادر محروم بشد، زیرا طبق دین زردشتی زنی که در حال نفاس یا که به تاجیکی چله میگویم و حیض قرار داشت تا قطع شدن خون در جای علاهیده باید میستاد و به هیچ وجه به کودک نزدیک نمیشد و به کودک نمیرسید. نه تنها 40 روز بلکه هر ماه و 1 چند روز زن نمیتونست که برای فرزند خودش شیر دهد و شیر او حرام حساب بشد. در این وقت تصور کنید کودک ناتوانسته از آغوش مادر محروم است. این بود اون زمان اجتماع اون زمان. محمد رضای افتخارزاده در کتاب ایران و آیین و فرهنگ میگوید که زن مثل کالا بود، احتکار میشد، مبادله میگردید، قرض داده میشد، فروخته میشد و غیره. یا مثلا در وندیداد اوستا آمده است که اگر کسی سگ آبی را کشته ماند باید که دختر یا خواهر دوشیزه 15 ساله خودش را برای موبد و روحانی زردشتی پیشکش کند با تمام وسایل عیش و نوش. کتایون مزداپوری یک زن زردشتی، نویسنده زردشتی، در کتاب زن در آیین زردشتی میگوید که زن اگر شوهر نمیکرد کشته میشد. طبق روایت آذرفرنبق زردشتی ازدواج زن سن معین نداشت. این موبت تا ازدواج دختر 3 ساله را روا میداند. در کتاب روایت آذرفرنبق به قدری زن رو بید که انوشیروان شاه ایران 10,000 کنیز داشته است. طبق متون پهلوی به نام خسروی قبادان. فردوسی در شاهنامه یکی از اتاقهای انوشیروان را وصف کرده گفته است کنیزک بدان حجره 70 بود که هر یک بطن سروی آزاد بود. یعنی هر یک اتاق دارای 70 کنیزک بود. تصور کنید که او قصرها چند صد تا اتاق داشت. نمونه دیگر از عفونت اجتماعی بین نخبگان آن زمان این رستم فرخزاد، همان رستمی که در جنگ قادسیه از دست مسلمانان شکست خورده بود. این جنایتکار با 200 مرد حبشی پس از کامجویی از آذرمیدخت شاه ایران، این زن شاه ایران بود آذرمیدخت، کامجویی کردن، یعنی تجاوز جماعی کردن، بعد دست و پاشو بریدن، چشماشو کور کردن. سرچشمه این معلومات تاریخ تحولات سیاسی ساسانیان دکتر شهرام جلیلیان است. هرودوت میگه که زنده بگور کردن از عادت ایرانی ها بود. از کتاب مغان در تاریخ باستان.
یکی دیگر از نمودهای جنایت‌های اجتماعی در اون زمان این شیوه‌های قتل بود که موبدان در اون زمان اختراع کرده بودند. آرتور کریستنس نقل میکنه، میگوید که در اون زمان پوست کنده در پوست انسان کاهجو کردن، از انگشت آویزان کردن، گاهی واژگون، گاهی از یک پا به دور آویزان کردن، زیر پای فیل پرتافتن، در زخم‌ها سرکه و نمک پاشیدن، چوالدوزها رو به چشم و سایر بدن انسان خلاندن و غیر از جنایت‌هایی که کرده بود. اکنون درک کردیم که چرا مردم فارس در مدت کوتاه دین‌های ساخته رو پشت پا زدند و به اسلام روی آوردند و به اسلام گرویدند. حتی پیش از این طبق روایت تاریخ بیهقی بزرگمهر حکیم هم خیلی تاکید کردیم، گفتیم که دین گبرها رو ترک کرد و به دین مسیحی گروید. انوشیروان به روایت پرویز او رو 2 سال در وضع نامناسب زندان کرد. وقتی که از دینش نگشت او رو اعدام کرد. فهمیده که چرا مادر ایران باستان با آغوش کشاده اسلام را پیشواز گرفت؟ مادری که از بوی طفل نوزادش محروم بود مگر به این دین ارج میگذاشت؟ فقط به خاطر آن که ماهانه از او خون می آید رد معرکه میشد. حتی شیر پاکش رو حرام میدونستند. به چیزی که خارج از اراده انسان است جزا داده میشد. نه تنها بلکه طفل نوزادی که نام تولد شده است از بوی مادرش، از آغوش مادرش، از شیر مادرش محروم کرده میشد. مگر چنین دین آسمانی بوده میتواند یا انسانی بوده میتواند؟ حتی کاسب و کشاورز برای چی به اسلام راه آورد؟ چون که حق تحصیل علم نداشت، از تحصیل علم محروم بود. مگر از اون دینه که طبقه بندی رو اساس میگذاشت آماده حمایه کردن بود؟ سر گرویدن مردم به اسلام سازگاری آن به حیات روزمره انسان است. با همین حلقه خود را به خاتمه میرسانیم و انشاءالله در حلقه آینده چگونه فتح شدن بخارا و سمرقند و به شکل آن منطقه برارود صحبت خواهیم کرد و فتح از سال چند سر شد و تا سال چند دوام کرد. شما را تا حلقه آینده در پناه الله تعالی میسپاریم. تا دیدار و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.